اگه خیلی دلت برای کسی بسوزه یا اگر خیلی قصه‌شو بخوری، اگر خیلی تو فکرش باشی، اگر همش چکش بکنی و حواست بهش باشه، تو در واقع داری جای خدا میشینی و برای اون آدم داری خدایی میکنی. حالا هر کسی میتونه باشه، مامانت باشه، فرزندت باشه، همسرت باشه. اگر خیلی بری و بخوای که حواست بهش باشه خیلی اذیت میشه، چون اصلا وظیفه تو نیست، یعنی در دایره وظایف تو نیست، اصلا تو وجود تو نمیگنجه، ظرفیتش رو نداری. خدا اونجا هست، داره برای همه خدایی میکنه، داره برای همه به یک اندازه هست، همه رو عاشقانه دوست داره. و وقتی تو این کارو میکنی هم خودتو خیلی عذاب میدی و فرسوده میکنی، هم به اون آدم کمکی نمیشه. در واقع تو اجازه نمیدی خدا براش خدایی کنه و خود نشستی جای خدا. خب این غرور دیگه، این یک غرور عجیب غریبی که تو در وجودت این رو داری. یعنی در واقع دلسوزی کردن با غرور یکیه. قصه کسی رو خوردن خیلی دیگه بیش از حد بخوای بهش کمک کنی، اینا یعنی از غرورت میاد. یعنی تو اصلا خدا رو قبول نداری که داره براش خدایی میکنه و میگه خدای تو وایسا کنار، من برم برای اون آدم خدایی بکنم، من بهتر بلدم، من بیشتر دارم، من دلم بیشتر میسوزه. در صورتی که هزاران برابر بیشتر از تو خدا حواسش به بچهش هست، حواسش به این هستش که چیکار بکنه چیکار نکنه، حالش خوب باشه و کلا محافظت کنه ازش. در نقش خودت بمون. نمیگم مثلا کاری نداشته باش، در حدی که حالت خوبه کمک کن، حال بقیه رو خوب کن، ولی در جایی که دیگه دست تو نیست و خودت میفهمی که دیگه داری اذیت میشی، این کارو نکن و بسپرش به خدا، دعا بکن و بدون که هر نتیجه‌ای باشه بهترین نتیجه است، چون هممون بچهای خداییم.